شاید توصیه‌ای که من به عزیزان دارم این است که زندگی رو مصرف کنید، زندگی رو انبار نکنید. متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها انبار داریم. من سراغ دستگاه کامپیوتر هر کدوم از دوستانم که میروم میبینم که 10 تا پوشه، 100 تا فولدر اینها ذخیره کردن و این یکی از طبعه های ناخوشایند ما ایرانی هاست. این انبارداری، ما همش در حال ذخیره ایم، داریم انبار میکنیم برای یه روزی که احساس میکنیم اونجا موقع استفاده شه. تو خونه هر ایرانی یه انباری هست پر از وسایلی که نه حاضر بدش به دیگری که استفاده کنه، نه خودش استفاده میکنه، همه نگه داشتن برای یه روز مبادا. ما ایرانی ها یکی از صفات بسیار بدی که داریم انبارداریه و اینو حتی در کامپیوترمون هم هست. یعنی صدها پوشه داریم، صدها فولدر داریم، مطلب ذخیره کردیم که یه روز استفاده کنیم. و بدتر از همه اینها ما احساسمون رو داریم انبار میکنیم، مصرف نمی کنیم. ما از انرژیایی که خداوند مدام در احساس شادی بهمون میده آقای دکتر استفاده نمی کنیم. بابا من الان شادم، این شادی رو تبدیل به 100 تا لبخند کنم، به این به اون، به این به اون لبخند بزنم، اظهار علاقه کنم، اظهار شادی کنم، اینو انتقال بدم. چرا انبار میکنم؟ به خاطر بسپاریم که ما مصرف کننده باشیم، ما انباردار نباشیم. انباردار بودن بعد از مدتی زبالگی ایجاد میکنه و این زبالگی باعث میشه که خود ما نسبت به آنچه که اندوختیم بیزاریم و این باعث فرسودگیه و این فرسودگی باعث افسردگیه. نکته دوم این که به خاطر بسپاریم هیچ انسانی با هیچ انسان دیگری آقای دکتر نه بالاتره، نه پایینتره، نه برابره. خب اگر هیچ انسانی با هیچ انسان دیگری نه بالاتره، نه پایینتره، نه برابره، یعنی چی؟ یعنی این که هر انسانی در خودش منحصر به فرده. یعنی شما هیچ انسانی رو با انسان دیگری مگر با خودش نمیتوانید مقایسه کنید. شما هرگاه خواستید یک انسانی رو به باب قیاس بکشونید فقط اجازه دارید این انسان رو با دیروز خودش قیاس کنید، یا در بهتر شدن یا در بدتر شدن، فقط با خودش. چون هر انسانی در نوع خودش منحصر به فرد